قاعده 53 توحید و شرک در عبادات مالی را بدانیم. عبادات مالی کدام عبادت ها هست؟ خب بیشتر شما کسایی که صبح ما درس دادیم عبادت های بدنی را گفتیم. هر عضو بدن انسان چی داره؟ عبادت داره. من بیشتر با شما رکوع را گفتم، سجده را گفتم. پس چشم عبادت داره، صبحی تشریح کردیم. شما وقتی که چشمتون مطابق امر الله استعمال میکنین عبادت است، مخالف امر الله استعمال میکنین چی است؟ معصیت است. گوشتون مطابق امر الله استعمال میکنین، قرآن میشنوین عبادت است، درس میشنوین عبادت است، موسیقی میشنوین معصیت و گناه است. زبان انسان هم عبادت داره، دندانای هم عبادت داره. عبادت دندانی رو شنیدین؟ آفرین. مسواک استعمال کردی عبادت دندان تا انجام دادی. صحیح است دیگه؟ ها؟ لقمه حرام ما کردی دندانایت خوردی عبادت انجام دادی. لقمه حرام خوردی عبادت دندان. دیگه چی است؟ مخارج. نه آفرین آجی سبیان فکرش مانده. اینی اول نمره‌ش است. صبحی را گفته بودم. این حالش دبین جوانای ندیش سفید چی شد؟ اول نمره شد. ماشاءالله. این حال چی میگن؟ عبادت دندان مخارج. وقتی که تو هر دندان یک حرف را بیان میکنه، مثلا ث از صنایع علیا میشه. این حال تو که ث را سی میگی، این دندانای صنایع علیات میگه خدا بشرمانید. امی ثواب تا جور کن ث گویا کته. صحیح نه؟ این حال یک نفر 40 سال نماز خوانده ث را یاد نداره. ذال الذین بگویی معناش غلط میشه. از این خاطر بسیار کس از قرآن غلط میخونن. علیم صبحی گفتیم علیم. گلونت عبادت گلون دیدی؟ علیم والله علیم بذات الصدور. این حالا بعضی محصلین از روز قیامت بخیزه گلونش عبادت نکده یک خوب خفک میشه. چرا عبادت نکنی؟ مثلا من عین یاد ندارم. عین که یاد نداشتی والله علیم بذات الصدور. علیم. این حال شما که عین یاد ندارین چی میگن؟ علیم بذات الصدور. کافر شدی. اگه معنیش بفهمی قسمی بگی کافر شدی. چرا؟ علیم بسیار عالم است، علیم بسیار دردناک است. اگر کسی بگه والله علیم بذات الصدور یعنی بسیار دردناک است، العیاذ بالله، سبب کفرش میشه و نمازش فاسد است. نفهمیدین؟ از این خاطر شما کوشش کنین. شما جوانا هستین، محصلین هستین، تقوا دارین. یکی از تقوایتان این است که بیاین تکبر ترک بکنین و برای یک هفته 4 روز 3 روز 5 روز که یک حافظ قرآن بشینین و بگوین که ما را حداقل این مخارج حروف که ما کار بکن. فهمیدی یعنی؟ ما باور بکنین اگه مرا وقت بدین، نه مرا وقت بدین، من عملی براتون در نیم ساعت مخارج حروف یاد میتونم. در نیم ساعت مدگان صرف که میرم مخارج حروف کسی آن کار میکنم. یگان تا که میگه صاحب از من نمیشه که یک خفقش کردم میگه بگو عین، میگه بگو نمیگه عین. در صنفای ما یگان دفعه بزرگ یگان تا عین گویاکش که یک خفقش کردی وقتی خواست نه خواست. همین اعضای بدن انسان تو که کار نکنی، همین اعضای بدن از کار نکنی، بدن نکرده تو فقط مرغ و مینک میشه. کار کردی بیدار میشه. وقتی که امروز برش 1 کیلو بردی ما میگیم والا صبح شاید 2 کیلو بود، پس بیدار میشه. باز بر 2 کیلو، باز 3 کیلو، باز 4 کیلو، باز 5 کیلو. یک وقت سعی کنی یک نفر 200 کیلو هم تو بالا میکنه، همین قسم بالا میکنه، پایین میکنه، هیچ رای هم نمیزنه. منتها باز مشکلشانی است که یک ذره عورت خود حفظ نمیکنن، بی غیرت میشن. اگر نه وزنشان بسیار خوبش میباشه. اما یک کسی که نکرده باز بگید 5 کیلو رو بالا کو 5 کیلو رو بالا کردن نمیتونه. پس این خو کرد. این حالی دندانا خو میکنه، گلون خو کرده، اینجا خو کرده، بیدار باش بسازیشه و عبادتش انجام بدی. پس ما عبادت های مختلف داریم. عبادت زبانی داریم، عبادت دندان داریم، عبادت موی هم میفهمین. کسی که نیم سر خود کل میکنه 3 قسم عبادت در موی. یکی است که حلق بیخی تراش میکنه، مثل که در حاجی و عمره میکنه. رسول الله صلی الله علیه و رحم الله المحلقین. حلق میکنه. یک قسم دیگه است که موی خود مثلا میمونه تا اینجا میمونه یا تا این قسمت میمونه یا زیاد میمونه، منتها باز کم کم قصر میکنه از کل موی خود. کم کم چی کم کم مثلا ما شما میگیم کم کم از کلش. یکی قضا است و رسول الله صلی الله علیه و از قضا منع کرده. قضا چی است؟ حرام است. و چی از قضا؟ نصف سر خود کم میکنه، خوب متبیخی کت ماشین صفر و این قسمت هایش تو کلوله میمونه. اینی موی چی است؟ حرام است و رسول الله صلی الله علیه و از قضا چی کرده؟ منع کردن.
خب پس ما و شما هر عضو بدن انسان، دست انسان عبادت داره، پای انسان عبادت داره و یا در امو کتاب فلسفه عبادت یا عبادت شناسی تفصیلی ذکر شده، بسیار زیاد است. خب قاعده 53 چی است؟ توحید شرک در عبادات مالی بفهمیم. چی معنات عبادت های مالی؟ بعضی عبادت ها هستن که چی میشن؟ عبادت هایی که مربوط به مال میشن. فهمید یا نه؟ پس توحید دی هم است. اول مثلا قاعده چی است؟ عبادت های مالی کدام یکی است؟ مثل نذر است، ذبح هست که حیوان شما میگیرین، یک حیوان میخرین با مالتان و او را ذبح میکنین و قربانی میکنین. خود ذبح عبادت است. ذبح چی است؟ عبادت است. فصل لربک وانحر. قسم سوم صدقات است. قسم چهارم وقفیات است. اینا کلش عبادت های مالی است. عبادت های مالی کدام یکی هستند؟ نذر است، ذبح حیوان و قربانی حیوان است و قسم سومش صدقات است و قسم چهارمش وقفیات است.